برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام علیکم و رحمت الله. برنامه تحلیلی دیدگاه است. در استودیو با شما شوکت محمد هستم و امروز درباره وضعیت اقتصادی مردم تاجیکستان در این روزهای اخیر صحبت می‌کنیم. طبق گزارش نوی سازمان ملل متحد، تاجیکستان در جهان در 20 گانه کشورهای میباشد که نسبت به درآمد ارزش قیمت‌ترین خوراکواری را دارد. از این 20 کشوری که نسبت به درآمد مردم خوراکواری به نهایت قیمت است، 17 تایش کشورهای آفریقایی هستند. نرخ خوراک در تاجیکستان با قیاس و درآمد 21 برابر نرخ خوراکی شهر نیویورک آمریکا است. تاجیکستان در جهان در 20 گانه کشورهای می باشد که نسبت به درآمد ارزش قیمت‌ترین خوراکواری را دارد. در تاجیکستان برای خوراک نصف روزی یا شام عادی شما باید به حساب میانه 13% درآمد هر روزه خود را صرف کنید. طبق گزارش نوی برنامه عمومی جهانی آذوقه‌واری سازمان ملل متحد، به 20 کشور اول که خراجات نسبی خوراکواری بلندترین است، 17 کشور آفریقایی تروپیکی شاملند. نرخ خوراکواری در آنجا در این کشورها اساساً از حساب مناقشه‌های مسلحانه بالا می‌رود. هرچند عامل‌های دیگر از جمله پاندمی کرونا ویروس نقشی مهم داشتند. به گفته رئیس برنامه عمومی جهانی آذوقه‌واری دیوید بی اصلی، گزارش نوی برنامه عمومی جهانی آذوقه‌واری سازمان ملل متحد یعنی آزمایش آنها نشان داده است که در پس گرسنگی نیروی خراب آور مناقشه ها تغییریابی اقلیم و بحران اقتصادی ایستاده است که حالا به آن پاندمی کووید 19 اضافه شده است. اینجا من میخواهم از کارشناسان بپرسم که عامل‌های اساسی بلند بودن نرخ خوراکواری نسبت به درآمد شهروندان در تاجیکستان چی است؟ بعد صحبت کارشناسان باز صحبت خود را دوام می‌دهیم. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیک میگوید 4 عامل اساسی است که سبب قیمت بودن محصولات آذوقه‌واری و خوراک نسبت به درآمد مردم در تاجیکستان است. اگر در عموم بگیریم این مشکلی سالهای آخر نیست، این چند سال است که وجود دارد. اگر 15-20 سال پیش شروع شد گوییم ما خطا نمیکنیم. من حتی سالهای 2007-2008 چند مقاله در این باره نوشته بودم در روزنامه های تاجیکستان. این معما سال تا سال مشکل شده ایستاده است، سال تا سال کلان شده ایستاده است. یعنی با تاجیکستان واردات از صادرات بسیارتر است، بلندتر است. حاضر ما میبینیم که قریب همه خوراک محصولات حتی میوه سبزوات وارد میشود. این برای امنیتی آذوقه‌واری تاجیکستان، برای نرخ و نوا خیلی تاثیر منفی میرساند. اگر گوییم که آذوقه‌واری در تاجیکستان نسبت به معاش میانه مردم بلند گوییم، اگر یکی از سبب‌هاش همین است. یعنی قریب همه چیز به ما وارد می شود، ما استعمال کننده هستیم. اکنون سببش چیست؟ سبب چیست که چنین شد؟ سببش یکمش پایان رفتن گوییم که حاصلناکی محصولات کشاورزی. حاضر در تاجیکستان من میدانم که اگر به حاصلناکی گیریم بسیار چیز در سطح سالهای تکنولوژی مثال گوییم که کشاورزی در سطح سالهای 90-80 است، لیکن تمام دنیا به پیش رفته است. من گفته میتونم که حاصلناکی مثلا در دولت‌های اروپایی از تاجیکستان چند مراتبه بلند است.
من خودم اینجا شاهد چند ویا شدم. مثال میگیم که اگر در تاجیکستان از یک بیخ پامیدور در زیاد 3-4 تا 5 کیلو اگر محصولات گیرند، اینجا از هر یک بیخ پامیدور میتونن تا 30 کیلو محصولات گیرند. یا دیگر چیزها خود همین خیلی دیگر گندم هم چند مراتب پست از حاصلناکی در تاجیکستان. اکنون یعنی خوراک بلند بودن نرخ خوراک یکی از سبب‌هایش همین است. دوم سببش این ممکن است با بعضی‌ها وانمود کند که چنین نیست، وانمود شود که چنین نیست. در اصل یکی از سبب‌های بالا بودن نرخ و نوا در تاجیکستان این коррупция است. مثال در تاجیکستان پول‌های به دست آورده با راه коррупسیونی خیلی زیاد هستند و وقتی که قسمی زیادی مردم نه با مهنتی حلال بلکه با راه‌های коррупسیونی مبلغ به دست می‌آورند، آنها هیچ وقت به نرخ و نوای محصولات نگاه نمی‌کنند و مصرف آن گوییم که اسرافکارانه می‌شود. همین سبب می‌شود که نرخ پیسته و بادام و چهارمغز خیلی بلند است، برای که اساساً این چیزها را آن نفران به یگان گوییم که مشکلی خرید می‌کنند که پول‌های به درد میان دارند. یعنی یکی از سبب‌های بالا بودن خوراکواری در تاجیکستان این коррупсия است. سبب دیگرش این مهاجرت است. مردم بسیار به مهاجرت رفته است. مثال اول بسیار گوییم که مردم در زمین‌های نزد حولگی یگان چیز می‌کارید، مال و گاو و مرغ می‌کرد یا یگان میوه و سبزوات پرورش می‌کرد. وقتی که او روسیه رفت به مهاجرت، علاقه کسی در این خاندان نیست که مثال با این کار مشغول شود. مثال فقط زوجه او مانده است با بچه‌هایش و گوییم که مستفیدان ماندن. و در نواحی ما دیدن ما ممکن است که علاقه این چیز چنین شده است که در زمین نزد حولگی بسیار وای نمی‌کنند، استفاده بری تا استفاده نمی‌برند. بهتر است مثال مهاجر مبلغ روا می‌کند و اویله و علاقه چیزی تیار را از بازار خرید می‌کند. یعنی این سوم سببش. چهارم سببش این فشار انداز و دیگر نمودهای گوییم که گرفتن مبلغ از استحصال کننده است. از دهقانان و گوییم که از استحصال کنندگان روغن و دیگر آنها غیر از آنه که اندازهای بلندترین یکی از بلندترین در جهان میسپرند، غیر از وی مجبور میشوند برای حل مشکلات خود به مقامات پاره سپرند دیگر و این همه این مبلغ‌هایی که آنها مصرف کرد بالای نرخ محصولات ضم می شود. این سبب می شود که محصولات داخلی، محصولاتی که در تاجیکستان استحصال می شود، رقابت ناپذیر است. یعنی این محصولات رو بهترش اخیتا یا پاکستان یا دیگر جا وارد می کنند به جای اونی که در تاجیکستان استحصال کنند. یعنی همین 4 سبب‌های اساسی بالا بودن نرخ آذوقه‌واری در تاجیکستان هست. البته دیگر سبب‌هاش هم هست، لیکن همین 4 سبب فکر میکنم سبب اساسی است. به نظر کارشناس امور اقتصادی عبدالمنان شیرعلیوف، از عامل‌های قیمت بودن نرخ خوراک در تاجیکستان این نبودن دستگیری دهقانان از جانب دولت و نبودن سوبسیدی است. خب یکی از سبب‌های اصلی بالا بودن قیمت خوراکواری در کشور این نبودن استحصال وطنی و نبودن دستگیری دولت برای استحصال کنندگان است که با هم بسیار رابطه زیج دارند. یعنی استحصال وطنی در کشور امکان داشت که بیشتر اون مواد خوراکی که از خارج وارد می شود از قبیل شکر، روغن، آرد، حتی کارتوشک و دیگران، اینا کارها میشون در کشور به همون سطح رسون که اهالی کشور را تامین کند و حتی صادرات شود، لیکن متاسفانه نشد. و
сабабашам ин набудани дастгирии давлат чанд ҷиҳат аз чанд ҷиҳат яке аз инҳо набудани озодии иқтисодӣ, набудани озодии иқтисодӣ, дуввум дастгирии давлат дар поён бурдани қимати маҳсулоти ба мисли нерӯҳои минералию, техникаву ино. Саввум набудани дастгирии давлат ҳамчун субсидия. Ин яке аз муҳимтарин чизҳо дар истеҳсоли маводи хӯрок аст. Барои мисол кишварҳое ки мехоҳанд истеҳсоли дохилиро таъмин кунанд, яъне талаботи дохилии бо маводи хӯрокро таъмин кунанд, онҳо субсидия доранд. Субсидия ба ин маъне ки вақте деҳқон фарз кардем картошка кӯрид ва қимати картошка 1 сомон тамом шуду, дар бозор картошка 80 дирҳам қимат дорад, то деҳқон аз ҳар кило 20 дирҳам зарар мекунад. Дар ин сурат давлат муваззаф мешавад ки ба деҳқон на танҳо бистарин зарарша, бо як ҳудуди 10% фоидаам пардохт кунад. Яъне давлат барои ҳар килои картошка фурӯхташуда ба деҳқон ҳаддақал 30 дирҳам бояд пардохт кунад ба ҳамчун субсидия, ки дар Тоҷикистон аслан нест ин чиз. абдуманон шералиев аз омилҳои дигари қиматиро дар монополия будани маҳсулоти воридотӣ ва зиёд будани номгӯӣ андоз медонад. сабаби дигар ин бори гарони андоз ба деҳқон ва сатҳи болои фасод дар кишвар аст, ки деҳқон барои ҳар килои фарз кардем картошка ё маҳсулоти дигараш ғайри ин хароҷоте ки барои доруву замину обу ино мекунад, бо хароҷотҳои иловагӣ дар шакли андозҳои аз ҳад зиёд дар шакли ришва ба кормандони андозу дигар соҳаҳо дорад. Ва яке аз сабабҳои аслии ки ҳозир дар Тоҷикистон таъсир дорад, ба истиснои он чӣ гуфтем, ин монополияи воридоти ин маҳсулоти хӯрокӣ аст, ки имкон намедиҳад рақобат дар ин бозор сурат гирад ва қимат поён равад. Яъне қимат аз тарафи чанд монополист муайян карда мешавад ва ҳар қимате ки онҳо хостанд ба маҳсулот мегузоранд. Ва аз ин рӯ поён бурдани қимат, ҳатто дахолати давлат наметавонад қимати маҳсулоти хӯрокӣ ё умуман ҳарчи монополия аст поён барад, чун зури давлат бо монополистҳо дар Тоҷикистон намерасад. Аз ҳамин хотир нархҳо бо вуҷуди кӯшишҳои зиёди давлат барои поён бурдани нархҳо ҳамеша ноком мемонанд ва нархҳо боло меравад. Сабаби дигараш ин набудани арз дар кишвар аст, ки қимати он дар бинобар камбуди арз дар кишвар, қимати он ҳарчанд аз тарафи давлат қурби пули миллӣ нигоҳ дошта мешавад бо шиддат, лекин дар бозори сиёҳ фарқи байни бозори сиёҳ ва бонкҳо бо суръат рушд мекунад ва воридкунандаҳо маҷбуранд ки доллар на аз бонкҳо, балки чунки дар бонк нест, балки аз бозори сиёҳ харанд ҳудуди 10 то 20% болотар, ва ҳатман ин барои болои нархҳое ки онҳо маҳсулоте ки онҳо ворид мекунанд ҷамъ мешавад. ва худи ҳамин камбуди арз ва пайдо нашуда дар кишвар ҳам сабаб мешавад ки маҳсулот камтар ворид шавад, чун вақте воридкунанда хост арз харидорӣ кунад, пайдо намекунад ва воридот тӯл мекашад. Аз ин хотир вақте маҳсулотам кам шуд, қиматаш боло меравад. Умуман сабабҳои зиёд ҳастанд, ки ин як баҳси бисёр калон аст ва намешавад дар ин чанд дақиқа тамом кард ба ин баҳс. бубинед тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтаҳои коршиносонро шунидед. оддитарин масъалаҳое ки бояду шояд ҳукумат ҳаллу фасл кунад ва пойдевори ҳукуматдорӣ ҳам пеш аз ҳама ҳамин таъмини озуқаворӣ ба мардум бояд бошад. аммо ҳукуматдорони мо таъмини озуқавориро фақат дар рӯи коғаз менависанду дар телевизион нишон медиҳанд. дар телевизион шабу рӯз таъмини озуқаворӣ гӯши мардумро кар мекунад. телевизиони Тоҷикистонро тамошо мекунӣ, фикр мекунӣ як тои дигар кишваре бо номи Тоҷикистон дар кадом сайёраи дигар мавҷуд аст, ки дар он ҷо ҳама серию пурист ва барои
مردم تاجیکستان اون تاجیکستان رو نشون میدهند. ببینید یگانه از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کشور ما تاجیکستان به بیستگانه دولت‌های خوراکشان نسبت به درآمد مردم قیمت‌ترین شامل است. چنانکه گفته گذشتیم در تاجیکستان برای خوراک نصف روزی یا شام شما باید به حساب میانه 13% مزد مهلت هر روزه خود را صرف کنید. 13%. برای مقایسه در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا که یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان است، یک طبق غذای ارزان به حساب میانه 0.6% درآمد هر روزه شما را تشکیل می‌دهد. در شهر نیویورک آمریکا که یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان است، سردرآمدترین شهرهای جهان است، اما برای غذا مردم در یک روز 0.6% درآمد هر روزه خود را صرف میکنند. حتی 1% نه، 1% نه. یعنی اگر تاجیکستان را با به اینابت گرفتن درآمد مردم با شهر نیویورک آمریکا قیاس کنیم، نرخ خوراک در تاجیکستان 21 برابر از نیویورک قیمت‌تر است. 21 برابر از نیویورک نرخ خوراک در تاجیکستان قیمت‌تر است. یا بدونید. حالا این گزارش درباره نفرانی که کار میکنند و درآمد دارند. کار میکنند و درآمد دارند، یعنی پول درآمد میکنند هر روز. اکنون در تاجیکستان نفقه خوران و پیران سالانی که سالهای دراز کار کرده به سن پیری رسیدند و کار کرده نمیتوانند در چه حال باشند؟ طبق اطلاع رسانه‌های محلی با وجود اعلان 15% بالا رفتن نفقه در تاجیکستان از 1 سپتامبر، تنها نفقه بعضی‌ها و معاش بعضی‌ها تا 10% افزوده است و از بعضی‌ها اصلا زیاد نشده‌اند. درباره 15% گپ نیست. هیچ کس 15% را حال ندیده است. از پیروس می‌نویسد تلاش‌های این خبرگزاری برای دریافت توضیح مسئولان اگنتی دولتی سپورت اجتماعی و امور نفقه‌خوران تاجیکستان به نتیجه مانده است و به تماس‌ها با شماره تلفن‌های این نهاد که در سامانه رسمی آن موجود است کسی پاسخ نمی‌دهد. این رو هم میگویم مقامات اگنتی دولتی سپورت اجتماعی قبلا اعلام کرده بودند که در 9 ماه گذشته با نارسایی 147 میلیون سامانی برای پرداخت معاش 711,000 نفقه‌خور روبرو بودند. یعنی از نفقه‌خوران ان همین مقدار دولت قرضدار است. از سوی دیگر حد اقل نفقه ماهانه در تاجیکستان 303 سامانی معادل $30 را تشکیل می‌دهد که این مزد پسترین در بین کشورهای آسیای مرکزی است. یعنی نفقه پسترین. اهمیت داده شده در کشوری که نرخ خوراکش با قیاس از درآمد مردم 21 مرتبه قیمت‌تر از شهر نیویورک است، مزد مهنت پسترین و نفقه پسترین در بین کشورهای آسیای مرکزی است. پسترین نه فقط آسیای مرکزی بلکه در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل. به 300 سامانی در تاجیکستان یک خلطه آرد می‌دهد. پس این نفقه خوری که در خانه چند خورنده دارد خودش رو می‌خوراند یا اهلش را؟ حکومتداران وقتی جدا کردن بودجه برای نفقه خوران همین چیزها را هم فکر میکنید؟ یا همه کارتان ردی گلوچ است؟ معاش میانه یک ماهه کارمندان در تاجیکستان تقریبا $140 است. تقریبا. یعنی تقریبا در یک روز 50 سامانی. یک بیچاره کارمند بر روزش کار کند پولش به زور به 1 کیلو گوشت میرسد.
یک روز از سحر تا بگاه کار میکنیم برای 1 کیلو گوشت 50 سوم. انا قدر کارگر. یعنی یک نفر برای آن که از جای کار به خانه نرود در همین اطراف کارخانه‌اش یک کاسه خوراکی نرخش میانه تناول کند 6-7 سومانی مصرف باید کند که این از درآمد یک روزه 13% می شود. از همون 50 سوم 6-7 سومانی تقریبا 13% می شود. اکنون مصرف راهکرا را هم به این نوبت گیرید. حساب میانه درآمد یک کارگر در تاجیکستان تقریبا 40 سومانی است. اوه بیچاره معلم، اوه بیچاره دکتر، کارمندان بودجویی که دایم در خبرهای تاجیکستان همچون فسادکاران رقم اول کشور معرفی می شوند. دایم میشنویم که فساد زده ترین نهاد در تاجیکستان کارمندان ساحه معارفند. بیچاره معلم را قدرش را تا حد پست بردیم که مجبور میکنیم او را که دزدی کند، پاره گیرد. بیچاره قدر دکتر را تا حد پست بردیم که مجبور میکنیم به خاطر شکمش سیر شدن رنگ گدا به کیسه مردم، به کیسه بیمار در بستر خوابیده چشم علا کند. به این حال مردم را که ها آورده میرساند. همین هم حکومت داری شد. حکومت دارم همین حساب ها را شما هم میدانیتان می؟ شما هم کارمند بودجوی حکومت دارم یک احوال خودتان را بدون پول حرام تصور کنیتان. یک بار به جای یک شهروند بیچاره که مثل شما از مال دولت دزدیده نمیتواند، مثل شما بازوری از مردم پول ستانیده نمیتواند، خودتان را مانده اندیشه کنیتان چی؟ آیا با همین احوال اگر کروپسه نباشد، شما دزدی کرده نتوانیتان، مردم به شما پاره ندهد، شما زندگی کرده آیا میتوانید؟ نه. پس کجای همین حکومت به شما بخل است؟ کجای همین حکومت داری است؟ کجای همین دولت داری است؟ کجای همین سیستم، همین رژیم معقول است؟ شما برای چی به امام علی رحمان آواز دادید؟ برای چی؟ اگر آواز داده باشید. شما برای چی با همین احوال خاموشید؟ برای چی صدایتان نمیبراید؟ شما خودتان میدانیتان که نه طرفدار امام علی رحمان هستید و نه طرفدار سیاستش. شما میخواهید همین گرنگ که نه به دولتداری صرفم میرود و نه حساب کتاب را میداند، اطرافیانش از خودش بدترند تا مردن در سر حکومت باشند و شما با دزدی غارت مردم زندگی را پیش برید. شما فسادکاران نه به امام علی رحمان آواز دادید بلکه مخلصی انا همین گرنگی ها هستید. انا این را شما همیشه سیاست خردمندانه جناب عالی گفته وصف میکنید. جنابتون هم از شنیدن زیاد چنین حرفها حالا باور کرده است که همین گرنگی و خونی مردم را مکیدن خردمندی بوده است. سیاست های خردمندانه پیشوای ملت. حالا فکر کرده ایستاده است که جنابتون انا همین گرنگی هایش سیاست خردمندانه است. شما از گرنگش استفاده میبرید، خونی مردم را میمکید، میدوزدید، غارت میکنید و میگوید سیاست خردمندانه پیشوای ملت و او هم باور میکند اوه من خردمند بودم. شما میدانید که اگر به سر حکومت یک شخص مردمی و ملت دوست بیاید حتما پیش از همه در غم خلق و ملت میشود و همه راه های دزدی و غارت بسته میشود. انا آن روز هم باید بدانید که نزدیک است. نزدیک آمده ایستاده است.
مردم ما به شما گفتی روزها لاخ نه. ما از قرغز و ازبک هیچ کمی نداریم. این را دیر نمید باید و نزدیکی انشاءالله ثابت خواهیم کرد. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net